بر اساس اطلاع دریافته از پلیوس نام آوازخوان شناخته افضلشاه شادی را از روی خط آوازخوان‌هایی که باید در یک برنامه کنسرتی در دایره سفر امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به شهر پنجکند هنرنمایی کنند خط زدند. این را مسئولان برگزاری این محفل نیز به از پلیوس تایید کردند. در شهر پنجکند بیرون کردن افضلشاه شادی را از این برنامه کنسرتی مخلصان هنرش بسیار به سختی قبول کردند و آنها از این حتی در شبکه‌های اجتماعی اظهار نگرانی میکنند. در نظر است که دوم اپریل امامعلی رحمان به شهر پنجکند سفر کند. هرچند هدف این سفر تا کنون اعلان نشده است، اما آمادگی‌ها به چاره‌بینی‌های گوناگون از جمله برنامه‌های فرهنگی در جریان است. خود افضلشاه شادی در یک تماس کوتاه تلفنی با از پلیوس گفت که به او سپارش شده بود که یگان سرود و آهنگ نو آماده نماید. من تیار کردم. در اول گفتند که سرود عالی جناب است. گذشت. حتی شاعر اوزرخش در همانجا بود و به او هم پسند آمد، ولی نمیدونم از چه سبب باشد که دیگر برآمد مرا گرفتند. من با کسی یگان مشکل ندارم. سالهاست که در چاره‌بینی‌های فرهنگی شرکت کرده ایستادم. همیشه به خلق و وطنم خدمت میکنم، گفت او. در همین حال عارف نبیف سرکارگردان چاره‌بینی هم در روی خط نبودن هنرنمایی افضلشاه شادی را تصدیق کرده و گفت که ما خواستیم بیشتر تکیه به جوانان کنیم. در برنامه مذکور از همه گوشه ولایت سوخت آوازخوان‌ها سرود اجرا میکنند، از اسفره، خوجند، از یغنوب، از پنجکند. این چاره‌بینی عمومی ولایتی است، گفته است عارف نبیف. ولی عابد نظروف معاون اول وزیر فرهنگ تاجیکستان گفته است این تصمیم در مورد از روی خط زدن نام افضلشاه شادی شاید باز بینی شود. راستی من سرود آماده کرده افضلشاه را گوش کردم. واقعا خواهش مخلصان افضلشاه را وزیر ما هم شنیدند. محترم وزیر گفتند که من طلب مخلصان آوازخوان را به رئیس ولایت رسانم. حالا من پیشنهادهایمان را به رئیس ولایت اظهار می‌دارم، میگوید معاون وزیر. در همین حال برخی از هواداران هنر این آوازخوان گفتند نباید صحنه برای هنرمندانی که مردم آنها را احترام میکند تنگ کرده شود.